سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود تنوکچه با اوکراپ و پیازی کبوتک تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: برای خمیرش 300 گرم آرد، 150 مل لیتر آب شیرگرم، یک قاشقچه نمک لازم است برای خمیرش. برای داخلش باشد نمک اوکراپ، کمتر اوکراپ گرفتیم، پیاز، 2 دانه کارتوشکا، 4-5 دانه پیاز لازم است. ما همیشه مایده میزربانیم. اول ما خمیر تیار میکنیم. من کاسبه آرده گرفتیم. من نمکامای آلتا همراه کرده گرفته کرده ولی آردمو با همراه میکنیم. همراه کرده همیشه شروع خمیری سخت تیار میکنیم. دیگه یکانچه لازم نی: آرد، آب، نمک. من خمیری ما یک والی سخت کک تیار شد. 10-15 دقیقه خمیرامای نگاه میداریم. تا دم گرفتن خمیر ما محصولاتای ریزه میکنیم. پیاز، کارتوشکا، 4 کنجی ریزه میکنیم. من کارتوشکا و پیاز 4 کنجی ریزه کردم. که اوکراپو من پیازامو مایده ریزه میکنیم. من کارتوشکا، پیاز، اوکراپ و پیاز равғанба мезирбонем. من از کراواتکا 4-5 قاشق равған گرفتم. اول پیاز میازیم. کمتر پیاز میزربانیم. من پیازامو سرخ شد. اون کارتوشکا همراه میکنیم. کارتوشکا کمتر میزربانیم. من کارتوشکام هم سرخ شد. علافامو همراه میکنیم. من نمک، приправа همراه میکنیم. 2 قاشق آب همشه آمیخته میکنیم. من محصولاتمو تیار شد. ببینید بوی خوش میکنه. من تو خمیرامو میکشایم. من زوالهامو شروع کرده تنوع میکنیم. اکو تیره قطی آرز داده شروع تنوع میکنیم. من خمیرامو تنوع کردم. من 4 کنجا یک طرفش ریزه کردم. من این طرفشم 4 کنجا شکل میکنیم. کلان ریزه میکنیم 4 کنجا. میتونید مثل منتو هم ریزه کنید. بالی هم پرتافته ریزه کنید هم میشه. از من منتی خمیره یک نمود دیگه خیلی تیار میکنم. 4 کنجی کلان شود. من محصولات پختگی مایه یک قاشق ما بینش میگذاریم.
Bunu konvertikere محکم بکنیم. رو باری هم پشته محکم بکنیم. همشه اینطور. من یک نمودی دیگهش من خمیرمویا و زغالچه ها تقسیم میکنیم. زغالچه های برابر تقسیم میکنیم. همشه رو زغالچه میگیریم. نه زغالچه گرفتیم. این زغالچه رو من تنوع میکنیم. تنوع میکنیم. همشه همینطور تنوع میکنیم. این زغالچه تنوع کردیم و محصولاتی تیار کردیم و مباینش میگذاریم. من دویم خبتشه میپوشیم. گرداشو محکم میکنیم. هوا نمونه درونش به من گرداشو محکم کنیم. که من سمبوسه با این گردشه رو شکل میکنیم. درون با میگیریم خمیرای گردشه. من همیشه همین طور میکشویم. کشاده روغن به میپزیم. من 4-5 قاشق روغن گرفتم سکروات که به من همین تنوکچی پیچاندگیم اول طرفی محکمش کی روغن به میاندازیم. من تنوکچه سرخ شد همیشه میگردانیم. همیشه میگیریم که پشتش هم سرخ شد. من کلولی تیار کردیم میاندازیم روغن به من سرخ شد چپا میکنیم. من تیار همیشه همینطور پخته میگیریم. من چگونه میبینید تنوکچه ما هم تیار شد. من چه عجایبات با علف تیار شد. من درونش ریز کردم ببینید نشکسته چقدر تیار شده است. با علف چقدر عجایبات با لذت همش ویتامین. من کلامش چقدر تیار شده است. من پشتاش من درونش چقدر عجایبات تیار شده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساچیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.